سلام بچه خوش من با دیگه کانال آشنگی بچه های سری اومدم براتون پس قانون بچه کنیم چارلی بچه قرار ازدواج کنیم با هم دیدم خود بچه چنل رو ساب کن دیگه من دارم ازدواج نمیکنم. خب حاضری هستی؟ نمیشه تو بیایی جاشی هستی تو رو خدا. بچه من میترسم فیلم گفته بود اگر یکی مثلا ایور باشی یکی کنار درد هستی بیایی بچه لطفاً تو کامنت ها پر کنید بیاد اینجا بشینه. خب کامنت بچه ها ویدیو بعد یه کنار رد شد هستی یه شک نه جدی بدون شکر یه شک هم شروع نکرد شروع خرد میدونم دقیقا دارم با کجانه بیاد داخل بچه روی انتخابه درست نه خودم. خب بچه بایسته من اینجا شو بیارم. خب بچه توی گویش نمیشه که دیگه هستی اینجا بشین جون مادر صداهایی داره. بچه قبل یا خدا چرا وقتی چشام باز بسته میکنم یه حالتی میشه. خب بچه قبل اینکه شروع کنیم چند هستی نکن. خب بچه قبل اینکه شروع کنیم صاف کن دیگه مادر مسخرتون میگه صاف کن. خب حاضرین؟ خب چارلی اجازه داریم با تو؟ چی گفتم من؟ چارلی اینجایی؟ چی گفتیم من؟ تو کنیم خودش شده؟ چون درو نه منو بچه من دوستان انجام دادیم. خب خوب نه هدفی نیست. چارلی اجازه داریم با هات بازی کنیم؟ بابا بچه چرت و پرت بود. هدفی من چیزی هست نکردی؟ یا خدا گوشی بچه یکم دیگه حس کنم چه داره میره و میاد. تو حس نداری؟ من دارم والا بچه بسید از من دورون بچه اینجا یه چی داره رد میشه یا بدفر میگم اونجا داره تکون میخوره ساعته بچه اینجایی که میبینیم این ویدیو فیک سن چه؟ چه؟ خب بچه فیک بود اصلا این قضیه جدیت نداشت. الان یه شب میبینیم یه خواب آشام گیری میگه جنی میاد بالاستش میگه سلام. نه ما تو خونمون قرآن داریم برای همین نمیاد. خب بچه ما اونجایی که قرآن داریم جنی وجود نداره و همه اینا دروغ بود. ما دیگه بچه اینجایی که بهتون ثابت کردن که این الکی بود هستی ناموسن غلط کردم لباسه ناکو یا خدا بچه با خدا لباسه ها داره تکون میخوره یا بفر خب بچه که اینجا باد کولره یعنی باد کولره بچه بازوها الان نمیخواد تو ویدیو یوتیوب بازوهاتونشو میگه نکن یوتیوب گیر میده. خب بچه یوتیوب گیر میده نکن یوتیوب گیر میده. خب بچه ها میبینیم که هستی لطفا نکن نریز اونجایی که میبینیم بچه ها فیک بود. خب فیک بود همه اینا دروغه
بچه اما دیگه دارم ویدیو میگیرم کمش خب بچه هم اینجا بحث میشه. خب بچه ها این میبینیم که دروغه یا خلاص بچه هم همش دارم چرسون اگر باد کولره کولش داره تکون میخوره بچه یکم داره دارک میشه. قبل اینکه ویدیو تموم کنم من چنل صاف کنید بچه دیگه چنل صاف کنید. من بهتون همین چیز کردم ثابت کردم که الکی بود. آخه کی میاد؟ آخه چه جنی میاد داخل خونه؟ بعد من همون لحظه قرآن به دست بسم الله الرحمن وای بچه اگه میخوایم ویدیوش جدی بگیرم توی ویدیو کوتاه میذارم دستم نکن احساس مرموری میشه. خب بچه اگه دوست دارید یه ویدیو خنده‌دار از جن بگیرم حتما چنل هیچی نشد حتما چنل صاف کن لایک و صاف فراموش نشد. وای پشت نده یوتیوب دارم بهت میگم دلیش کنم این دلی فعلا خدا